خرید؟ بفرم. امیرحسین مقصودلو معروف امیر تتلو. بله. سلام. سلام علیکم. احوال شما؟ قربان. با یه پیش بینی برنامه رو شروع می‌کنیم. به نظرت بعد از این گفتگویی که من و تو داریم باز رات به زندان میفته یا نمیفته؟ هرچی خدا بخواد. خداوند هر موقع بخواد هر جایی ممکنه آدم پاش بیفته. خب کار الان بیشتر دست خودته؟ کار همیشه دست خداست. همیشه دست خداست. یعنی اگر بعد از این خدای نکرده گذر به زندان بیفته باز ناراحت نیستی؟ نه دست خداست. چرا همه دنبال خب همین دیگه یه پیش بینی بود، می‌خواستم ببینیم که پیش بینیت. خیلی من قیافم شبیه زندانه. نه ولی خیلی زوم ظاهرا. خب برای چی آخه؟ نمیدونم. چرا؟ به نظرم دلیلی نداره من برم زندان. من نه کار بدی میکنم نه سعی میکنم همیشه مفید باش. برعکس قضیه من همیشه سعی میکنم مفید باشم و سعی میکنم یک مهره خوب به شمار بیام. نمیدونم فاز این زندانه سوالای مردم. دفعه قبل که حکم تو دفعه دیگه یه اشتباه بود. نه چی شد؟ کلا تموم شد یا نه فعلا تعلیق شده حکمه؟ تعلیق هم نشده. به ما یه حکمی دادن 10 سال 5 سالشو تعلیق کردن. ما اعتراض زدیم رفته تجدید نظر که انشالله قاضی‌های تجدید نظر متوجه بشن که اشتباهی رخ داده و چون اگر من با قاضی محترمی حرفم شده بود که بعدم معذرت خواهی کردم تموم شد و رفت. 63 روزم در زندان بودم. احساس میکنم چیز خاصی نباشه و قاضی تجدید نظر لطف میکنه و همه چی تموم میشه. من که احساس میکنم باید منطقیش اینجوری باشه چون من گناهی رو مرتکب نشدم که ممکنه یه سوء تفاهم بوده باشه بعد بررسی میکنن سوء تفاهم رفت میشه. امیرحسین مقصودلو متولد 30 شهریور ماه 1366 در مجیدیه تهران، از جمله خوانندگان و رپرهای مطرح کشور که در بسیاری مواقع حاشیه‌های او غالب بر مد زندگیش بوده و هست. از شروع موسیقی تا تشکیل گروه‌های مختلف با سایر رپرها تا رفتن به دبی و برگشتن از آنجا. از استارت مجدد موسیقی در ایران تا خداحافظی از موسیقی. از شروع مجدد تا دستگیری به خاطر اجرا و انتشار موسیقی به اصطلاح زیرزمینی. از آزادی تا تلاش برای کسب مجوز از ارشاد و عدم توفیق در گرفتن مجوز. از دلگیری از ابی تا درگیری با بهنوش بختیاری بر سر میزان طرفداران و فالوورهای واقعی داشتن تا آشتی و آتشبس با او. از انتقاد نمودن به شادمهر عقیلی و اینکه یکی از آلبوم‌های شادمهر کاور بوده تا ماجراهای تتلو و مرتضی پاشایی و هوادارانشان. از تهیه ویدیو کلیپی برای صدا و سیما و عدم پخش آن تا پخش شدن تصویر شطرنجی تتلو در تلویزیون تا تهدید صدا و سیما به شکایت از سوی تتلو. از ارسال احضاریه برای تتلو در سال 95 به اتهام تشویق به فساد تا عصبانی شدن او و ارسال پیام صوتی تند و عجیب و غریب برای احضار کنندگانش تا دستگیری او تا فیلم گرفته شدن از لحظه دستگیریش تا همبند شدن تتلو با یاسین رامین فرزند محمد علی رامین و همسر مهناز افشار. از تلاش برای فوتبالیست شدن تا تمرینات سخت ورزشی در کوه و تپه و باشگاه برای فوتبالیست شدن تا شرکت در تمرینات پرسپولیس و تلاش برای بازی در این تیم تا قهر با پرسپولیس و حضور در تمرینات استقلال برای اینکه بتواند فوتبالیست شود. از خواندن بر روی یکی از ناوهای ارتش برای انرژی هسته‌ای تا دادن پیام به دکتر محمد جواد ظریف به خاطر توافق هسته‌ای و برجام تا انتقاد از دولت حسن روحانی. از فالوورهای میلیونی تتلو تا حرکات و رفتارهای او در صفحات اجتماعی و موجهایی که رقم میزند، از سفارش خرید لیمو ترش و رب به موسا تا تلاش برای پیدا کردن موسا تا اجرای سمفونی هرکی نگه تا موضع‌گیری راجع به پلاسکو تا تحلیل مسائل ورزشی تا خواندن آهنگ تا موضوع ریاست جمهوری تا موضوع هسته‌ای تا پیام به مسئولین مختلف تا همراه نمودن مخاطبانش با نماز خواندنش تا تتوهای روی بدنش تا نشان توپاک و کلید روی بدنش.
خلاصه آنچه در زندگی این خواننده مشاهده می شود نه فقط یک کار موسیقیایی صرف، بلکه مجموعی از رخدادهای فرهنگی، سیاسی، ورزشی، امنیتی، غذایی، رسانه‌ای و هنری است که تتلو را در نوع خود تبدیل به کسی نموده که غالباً حرکات او کنش‌ها و واکنش‌های خاص را در بر دارد. با او در برنامه کامنت به گفتگو نشسته‌ایم. کامنت هایی که در مورد مطرحه رو می‌خوایم با در میون بذاریم. عصبانی میشی، ناراحت میشی، قهر می‌کنی؟ اوکی. هیچ کدوم این اتفاق نمیفته. ممکنه هر کدوم اتفاق بیفته. ولی ما همه سوالا رو در میون میذاریم. یکیش این که چرا دوست داری که لباسای شیطان پرستی بپوشی؟ آقا جانم. بعد اونایی که به ضررتر هم میذاری باشه یا نه؟ اونایی که به نفعتر رو پخش میکنی؟ نه. اوکی. ادیت نداریم. نه. یعنی میشه شما چه جور مسلمونی هستی؟ خب که من گردنبندم روش نوشته خدا، خب بعد بلند نمیشم که این هاشم به هم نهید، بعد نوشته این یه وجب خاک رو میبینی جونمونم واسش میدیم، این زیرش هم پرچم ایرانه. کدوم اینا الان شیطان پرستیه؟ سوال با سوال جواب میدی؟ نه، شما میگی چرا لباس شیطان پرستی میپوشی، من میگم کدومش شیطان پرستیه. البته سوالی که در مورد مطرحه ها، من سوالا رو با در میون میذارم. خب الان من نمیتونم از اونایی که از سوال پرسیدم بپرسم. ببخشید هر احمقی هر سوالی پرسید که شما نباید بپرسید. نه. اومدیم و یکی منو دید گفت ببخشید چرا مثلا همین تتلو بابا دزد بوده، شما باید از من همین سوالو بپرسید. چون من میتونم از این، چون نیستم میتونم دفاع ازشون داشته باشم، چون لباس متعارف نیستش. چون لباس متعارف نیستش، طرف این سوال براش وجود داره. تو میتونی بگی هست یا نیست. داستان نه اینجوری نیست. این یک اشتباه متاسفانه ما ایرانی‌ها همه چی اشتباه میزنیم، به خاطر اینکه بزرگترهای ما اکثرا به جای اینکه به ما یاد بدن ما رو تنبیه کردن، به جای اینکه به ما بگن آقا این کاری که داری داری اشتباه میزنی، ما رو اشتباه زدن. خب حالا شما وقتی میدونی یک سوال اشتباهه، این سوال رو اصلا مطرح نمی‌کنی، زشته. من ممکنه خیلی‌ها ممکنه به من گفته باشن تو معتادی، من دیدمت نباید بگم آقا تو معتادی یا نه، خودم عقل دارم، اول میبینم نه شما خیلی بچه سالمی هستی، خیلی خوش رنگ و رویی، پس این سوالو از شما نمیپرسم. چون البته میدونی که اعتیاد رنگ و رو نمیشناسه. الان تو از من بپرسی تو معتاد هستی یا نه، من واقعا جواب میدم. نه مثال منم واقعا جواب میدم. الان جوابت چیه؟ لباسات هست یا نیست؟ نه نیست. خب آخه داری میبینی خیلی ساده شدهش همینه دیگه. لباس شیطان پرستی شاخصاش چیه اصلا که واسه لباسات اونو فرق میکنه؟ ببین من به قول یه عزیزی که من این متنو توی اینترنت دیده بودم که یکی سوار خر بود، 2 نفر بودن با یه خر، توی یکی جفتشون سوار خره شده بودن، مردم میگفتن اینا چقدر بیرحمن جفتشون سوار خرن. توی تصویر جفتشون پیاده بودن، مردم میگفتن اینا چقدر دیوانن، خر دارن جفتشون پیاده میاد. توی یکی زنه سوار بود، مرده پیاده، میگفت چه زن ذلیلیه، زنو سوار کرده مرده پیاده. توی یکی مرده سوار بود، زنه پیاده بود. یعنی تو هر شرایطی مردم ما حرف میزنن. چرا؟ به خاطر اینکه ما متاسفانه هر خصلتیمون زیاده، متاسفانه یا خوشبختانه. خب طبیعتاً همه خصلت‌ها که خوب نیستن، خصلت‌های بدمون هم زیاده، یعنی ما حسادتمون بسیار زیاده. از طرف دیگه ای ما چون مردمان پر انرژی و با استعدادی هستیم داریم مدیریت میشیم. خب من چون در معرضش بودم متوجه شدم که ما از طریق دشمنانمون، دشمنان کشورمون داریم مدیریت میشیم. مدیریت یعنی چی؟ یعنی آقای سلبریتی، آقای امیر تتلو، تو یه شیطان پرستی، مردم دوستت نداشته باشن. آقای فلانی، حالا فلانی یه جای اشتباهی هم کرد، مردم ما به جای اینکه یاد بگیرن همدیگر رو ببخشن، کینه‌ای شدن و یاد گرفتن 1000 تا عیب هم رو هم بذارن و این دشمنی در ما افتاده به خاطر فرهنگسازی‌های غلطی که بیگانه کرده و در واقع ما رو به جون هم میندازه که ما نتونیم تمرکز داشته باشیم و پشت هم باشیم. حالا من هم در واقع تمام آدم‌های موفق ما
درگیر این داستانه میشن. چرا؟ چون این فضاییه که ماهواره ها و دشمن خواسته و به هدفش هم رسیده. ما باید هوشیار باشیم و پشت هم باشیم، بگیم فلانی اگر هم اشتباه کرد 2 تا خوبی داشت ما میبخشیمش. میدونی ما یه موقع بازیکن خوبی داریم تو فوتبال، علی دایی مثال، فکر کن علی دایی هنوزم بازی میکرد و هنوزم گلزن بود. وقتی خارجی ها میدیدن علی دایی هر توپی داره میاد میکنه تو گل، چی کار میکردن؟ میومدن علی دایی رو خرابش میکردن جلوی تیمش، که این ایران این علی دایی رو نداشته باشه که تو هر بازی 3 تا گل بهش بزنه. پس در واقع ما هر آدمی که داره موفق میشه، دشمن ما میخواد که اون مردم از اون بدشون میاد یه چیزی رو درست میکنه. مردم ما هم زود باور و سادن و سریع باور میکنن و این شده یک قانون که ما هر کسی که مثلا من اگر یه مأمور ساده سرباز گذاشته بودن یه جا که کنترل کنه، آقا این تو فرودگاه، یا به من گفت چمدون تو وا کن. گفتم مرد حسابی این همه آدم اینجان، قیافه همه مدل قیافه ای هم هست، تو دیدی 2 نفر با من عکس گرفتن، عوضی بگی این جلوی این 2 نفر عکس باش میگیرن، زشت چمدونشو وا کنم. اومدی چمدون منو وا کردی که بگی اینی که من با شما اومدین باش عکس میگرفتین، من چمدونشو وا کردم. گرفتی چی شد؟ فقط قدرت نمایی. فقط یعنی غیر از تو چمدون هیچ کسی دیگه یا بعد از نه هیچکی، اصلا هیچکی. قشم بود پرواز ایران به ایران، مثلا قشم مثلا کسی کاری نداره میری میای، چون چیزی از ایران به ایران وارد نمیکنن که از قشم به تهران چیزی اصلا واردم بکنن، من به این تابلویی وارد نمیکنم. لااقل هر چیزی باشم من به این تابلویی نمیارم. میدونید چی میگم؟ مثال در بدترین حالت تو که بخوای بگید اینه که این چیزیه که دشمن ما میخواست و فرهنگ سازی شده در کشور ما که آدم محبوب رو به جای اینکه ازش استفاده کنیم، خب ببین ایران و مسئولین از من خیلی استفاده میتونن بکنن، ما الان میتونستیم قشم وضعیت توریستش بد شده، چندین خانوار از اونجا رفتن، ما میتونستیم کنسرت بذاریم همه بیان قشم، به قشم کمک کنیم. خب دشمن ما چی میخواد؟ میاد امیر تتلو رو بده میکنه، یه سری کامنتایی یه سری چیزای اون زیر موج میندازه که امیر تتلو نتونه به کشورش خدمت کنه. همه میدونن من اگه کنسرت بذارم توی هر شهری، انزلی منطقه آزاد ماست، قشم منطقه آزاد ماست، شیراز شهر توریستی ماست، مردم میان حافظ رو ببینن، اونجا میتونیم کنسرت بذاریم. چرا من امیر تتلو و ما امیر تتلوها بریم تو آمریکا کنسرت بذاریم درآمدزایی بشه برای آمریکا؟ چرا تو دبی کنسرت بذاریم درآمدزایی بشه واسه دبی ها؟ چرا توی مشهد نذاریم که مردم بیان مشهد بعد کنسرت هم برن امام رضا رو ببینن؟ آقا به هر بهونه‌ای ما باید مردم رو بیاریم امام رضا. چرا؟ چون مشهدمون، اعتقاداتمون، همه چیمون چیز میگیره، جنب و جوش میگیره، انرژی میگیره. وقتی امیر تتلو میتونه یه عده‌ای رو بیاره مشهد، وقتی میتونه ببره، باید استفاده کنی. الان که گفتیم مسئولین باید از من استفاده کنن، یکی از کامنت‌های دیگه در مورد اینه قریب به این مضمون که اتفاقا همین نکته تو خودتو میفروشی، یعنی اینکه آدم مسئولین باشی، آدم این اون باشی، والا آدم اون چیزی که اونا میخوان پیاده کنی. یه دونه تست فوتبال از یارو باباش مدیر عامل فلان کارخونه است، تو 30 تا تیم هم داره بازی میکنه، هیچ کی هم بلد نیست، هیچ کی هم نمیشناستش. ما به احترام این همه هواداری که میگن داریم، یه دونه تست فوتبال اما نگرفتن. ما خودمون رو به کی فروختیم؟ یه دونه کنسرت من نذاشتم، یه دونه آهنگ من نتونستم بفروشم. من خودم رو به کی فروختم؟ من اگر اومدم از امام حسین گفتم خودم رو فروختم؟ آقا یارو برمیگرده میگه چرا از رهبر مملکتت میگی؟ مرد حسابی تو خودت میایم تو شرکتت عکس آقا اینجاست، باید باشه، مگه میشه نباشه؟ قانونه. و تو چاپلوسی؟ مگه میشه من دارم توی مملکت زندگی میکنم باید به رهبر احترام بذارم؟
اعتقاد قلبیت بوده خوندی یا نه اعتقاد قلبی داشته؟ بوده، اعتقاد قلبی بوده و این که به همه قشری بفهمونم من با شمام، به همه قشری. پس با همه باشی؟ بله، من با ورزشکارامون هستم، من با بسیجیامون هستم، من با سپاهیامون هستم، من با قشر لات جامعهمون هستم، من با جوونا و موسیقی‌ها و زیرزمینی‌ها هستم. هر کی سلیقه خودشو داره و من با همشونم اوکی ام. تو همشونم هم آدم خوب دیدم هم آدم بد دیدم، همشونم جزء فرهنگ و تاریخ ما و هیچ کدومم نباید حذف شه. به هر کدومم بخوام بتونم کمک کنم قطعا کمک میکنم. یه جا تونستم به ارتش کمک کنم، برای انرژی هسته‌ای رو ناو برم، با کمال میل رفتم، نه طلب پولی کردم نه هیچی. یه جا خواستم برم به ورزش کمک کنم، اولین نفر رفتم اونجا، خودم بلیت گرفتم خریدم رفتم، نه سکوریتی خواستم نه خواستم کسی، تازه از اونجا هم انداختنم بیرون. کارا رو آقا مرد عقل داری، چش داری، خودت نگاه کن ببین طرف 15 ساله میشناسیش چه کارایی ازش دیدی. مردم ما فقط میگن تتو داره. بابا تتو داره، تتو چی داره؟ چه تتویی من زدم اینجا؟ یه قلب و یه کلید، پایبند به یه قلب و یه کلید. یعنی چی؟ یعنی قلب هر انسانی تنها یه کلید داره. تو یکی از سوالام این بود که تتو تو کلید زدی دلیل خاصی داشت؟ الان بهتون میگم کاملا، من برات توضیح میدم. من اومدم اینجا که من بگم تون حرفامو. میدونی چرا؟ چون به اندازه کافی بهم گیر دادم، میدونم که تو میخوای به من گیر بدی، گیرات هم بده. گیر نمیخوام بدم حالا ولی من اومدم اینجا که مردم حرفای منو بشنون، نیومدم اینجا خراب بشم یا مورد قضاوت قرار بگیرم. اومدم اگر چیزی میدونم، تایم دارن میذارم من نگاه میکنم بگم. حالا سوال راجبه اینکه کلید سوال راجبه لباسام پرسیدی، گفتم ببین سوالهای عقلانی بکن. یعنی هر بیشوری هر سوالی پرسید شما حق نداری از من بپرسی. خب از این ولی نکته داره. ببین الان تو داری اون کسی که ازت سوال میپرسه رو به بیشوری متهم می‌کنی. نه به بیشوری متهم نمی‌کنی که طرف ازت نمیدونه، طرف سوال براش ایجاد شده. یه کسی که میاد میگه تو شیطان پرستی وقتی من نه ببین نگفتش تو شیطان پرستی. میگه چرا این آیا این لباس شیطان پرستیه؟ آیا جوابش اینه که تو بیشوری یا جوابش باید این باشه که آقا لباس من شیطان پرستی نیست؟ کدوم اینه بهتره جواب بده؟ نه من با خود اون یارو نگفتم که تو بیشوری. من دارم میگم تو میگه هر خیلی ببخشید الان مثلا یکی پای کامنت ها از من میپرسه که آقا جون مثلا فلان کسا که شما خرابه، تو باید همین سوال از من بپرسی. پایبند به یه قلب و یه کلید، یعنی که هر قلب هر انسانی یه کلید داره و کلیدش دست فقط و پروردگاره. همونطور که ما در تاریخ هم هر داستانی هست داره به ما میگه که عشق مخصوص پروردگاره. انسان ها میتونن همدیگر رو دوست داشته باشن، میتونن به همدیگه احترام بذارن، ولی عشق واقعی فقط مخصوص پروردگاره. ربطی به دولت نداره، این حرکت نداره. نه هیچ ارتباط. یه قلب و یه کلید دارم میگم، یعنی کلید هر قلبی فقط باید پروردگار. درآمدت مشخصا، چون یکی از سوالی که وجود داره، حالا اگه ناراحت نمیشی بپرسم این که خب بالاخره امیر درآمد مشخصش از کجاست؟ این یکی از سوالای جدی که در شما وجود داره. درآمدم من جدیداً کارهای تبلیغاتی میکنم. قدیم شعر و آهنگ میفروختم، ولی بعد به این نتیجه رسیدم که به خاطر پول نباید شعر رو فروخت، چون بعضیا هستن واقعا لیاقت این که اسمشون باشه رو ندارن و با پول صرفا نباید بهشون این میدون رو داد و الان کارهای تبلیغاتی میکنم. در مورد زندانت صحبت کردیم، یه تیکه رو الان یادم افتاد ازت بپرسم و سریع پرونده زندان رو ببندیم. با یاسین رامین همبند بودی؟ بله. توضیح میدی چطور بود؟ احساس میکنم خودش دوست نداره که من راجع به این قضیه صحبت بکنم، ولی فوق‌العاده پسر فهمیده، فوق‌العاده دوست خوب و فوق‌العاده بگم من تو این 2 ماه واقعا اگه یاسین نبود خیلی سخت‌تر میگذشت به من زندان و من واقعا احساس میکنم خداوند به من لطف کرد، میارزید اون زندانه به پیدا کردن همچین دوستی میارزید. چطور شد موسیقی رو شروع کردی؟ یعنی چطور شد موسیقی رو شروع کردی؟ والا ما میخواستیم یه کاری کرده باشیم، موسیقی رو شروع کردیم. از کی شروع کردی؟ علاقه داشتم، 14-15 سالی میشه.
14-15 سال. چطوری یعنی شروع کردی؟ یعنی شروعت از کجا بوده؟ والا اومدیم چند جا استارت های مختلفی بزنیم، ولی خب پول میخواست. آهنگش هم ساختیم، پول شعر نبود، مجبور بودم که شاعر بشم. آهنگ ساز گرون بود، پس باید یه آهنگ ساز ماهر بشم. استودیوی محل حتی به هم محل نداد شاگردشم. دو راه بود، یا وایسم رو پام یا مثل بقیه دوستان بارکش بشم. اینجوری بود. من توی یه جا کار میکردم، سوپرمارکت. خب این راه بود، یا باید میچسبیدم و موفق میشدم توی کاری، یا اینکه باید همون سوپرمارکت شاگرد میبودم. من رفتم دنبال خوانندگی. حتی اولش از سر ناچاری بود که رفتی؟ آره، از سر ناچاری که نه، از سر ناچاری بود، ولی خب من علاقه داشتم به موسیقی. میخواستم تو کاری که علاقه دارم لااقل موفق بشم، که این باور. من خودم همیشه یه آدم رو با استعداد میدیدم، ولی بقیه چون ما خیلی فقیر بودیم هیچ وقت این استعداد رو در من نمیدیدم و من با اینکه خیلی کوچیک بودم این قضیه خیلی عصبی میکرد. گفتم بابا من ببین نمیدیدن. همیشه دوست داشتم خودم رو ثابت کنم. موسیقی به من این امکان رو داد و شعر که من بتونم حرفامو بزنم و خودم رو ثابت کنم. وضعیت رپ رو چطور میبینی؟ افتضاح. چون رپ در واقع مسئولیت سنگینیه. چون ببینید شما هر چیزی که در طبیعت آزاد میکنی، انرژی که در طبیعت آزاد میکنی، این انرژی از بین نمیره. ببین حتی در درس‌های ما هم گفته بودن که انرژی از بین نمیره، از حالتی به حالت دیگه تبدیل میشه تهش. پس اون چیزی که ما آزاد میکنیم در طبیعت چیز بسیار مهمیه. در واقع اهمیت جایگاه زن در اسلام هم به همین خاطر هست. به خاطر اینکه زن از بحث دور نشی؟ نه از بحث دور نمیشه. در ادامه بحث خیلی الان بهش میرسم، این سورپرایز میشی چون این بحث مهمیه. در واقع جایگاه زن چون جایگاه مهمی هست. ببین زن یه موجودیه که با مرد فرق میکنه. زن میتونه متولد کنه یک موجود دیگر رو و اون موجودی که متولد میشه میتونه یه هیولا، یه قاتل باشه، میتونه یه قهرمان باشه یا حتی یه قدیس باشه. خب پس زن اهمیت داره به خاطر اینکه داره به طبیعت یه چیزی اضافه میکنه. اون چیز میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه. به خاطر این اومدن گفتن آقا زن یه چیز مهمیه، یه چیز ظریفیه و این باید در حجاب باشه. چون زن داره یه چیزی تولید میکنه. تأکید میکنم اون چیزی که تولید میکنه میتونه سالم و مثبت باشه، میتونه مخرب باشه. خب در واقع انرژی آزاد کردن ما در طبیعت هم یه همچین چیزیه. چیزیه که از بین نمیره. ببین زن وقتی بچه رو به دنیا میاره، این بچه دیگه رو زمینه، میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه، تا موقعی که زنده است هست. پس انرژی هم که ما آزاد میکنیم هم مثل همونه، میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه. پس ما موقعی که داریم انرژی آزاد میکنیم، ما موقعی که داریم حرف میزنیم، ما موقعی که داریم آهنگ میخونیم، ما موقعی که داریم شعر میگیم، ما موقعی که داریم رپ میکنیم، در واقع داریم یک اثری رو خلق میکنیم که این سالهای سال میمونه و به خیلی ها میتونه بعد بده، میتونه زندگی تغییر بده. یه سری ممکنه تو یک کلمه یا آهنگ حال کنی، انقدر اونو تکرار کنی که تبدیل به اون بشی. میدونی؟ پس در واقع رپ، ببین رسیدم به اون جایی که میخواستی، در واقع رپ مسئولیت سنگینیه، چون داری جهت میدی، داری یه چیزی آزاد میکنی. همون حساسیتی که مادره داره موقع تربیت فرزندش، تو باید داشته باشی موقع ساختن آهنگت. باید خیلی چیزا رو در نظر بگیری. بارها شده من توی یک آهنگ یک کلمه‌ای گفتم که باعث شده ممکنه بگم که آقا ممکنه جوون توی این با شنیدن این شعر، البته اینی که دارم بهت میگم مال الان گذشته منم بچه بودم، منم جوون بودم، منم متوجه نمی‌شدم، منم معلم نداشتم، منم اشتباه داشتم، ولی توی جدیدن شعرهای الانم سعی میکنم حرفی بزنم که
اگر کسی بهش گوش داد موفق بشه. به خاطر اینه که از هر خواننده‌ای میپرسی کدوم آهنگ تو دوست داری، سری میگه نمیتونم بگم، آهنگای من بین بچه‌هامه. اینو درک نکرده، ولی من الان برای توضیح دادم. رفتم به سمت مادره، برگشتم گفتم اثری که خلق میکنیم به این دلیل عین فرزندان مان، پس مسئولیت بزرگیه. پس هر کی به قولی از مادرش قهر کرد نباید بیاد رپ بخونه، چون این در واقع هم به مردم صدمه میزنه، به همون دلیلی که گفتم انرژی میاد و میمونه. در گذشته آهنگی بوده، ببخشید من کوچیک تمام خواننده های بزرگمونم هستم، اصلا خاک پاشونم، ولی آهنگی هست مثلا میگه شعر غم اومده خونه من انگشتو بر در میزنه، با چنان غمگین و با چنان ملودی غمناک اصیلی هم داره پخش میشه که من 3 دفعه اینو گوش بدم غم میاد خونم انگشتو بر در میزنه، پدر منم در میاره. خب وقتی من اومدم یه شعر میگفت کوچه ها باریکن دکونا بسته است، خونه ها تاریکن تاقا شکسته است، از صدا افتاده تارو کمونچه مرده میبرن کوچه به کوچه. ببین چه بار سنگینی داره این شعر. من اگر 2 بار این آهنگو تو خونه گوش بدم، من خودم عاشق فرهادم، خدا بیامرزتش، روحش شاد باشه، دستشو میبوسیدم اگه زنده بود. خودش هم متوجه نبود داره چی کار میکنه، مثل من که متوجه نبودم چند سال پیش چی میخونم، ولی در واقع این آهنگ داره چی کار میکنه، چه بار منفی داره به شنونده میده. من اومدم چی کارش کردم، گفتم کوچه ها روشنن دکونا بازن، خونه ها پرخنده با هم هم آوازن، همصدا شدن باز تارو کمونچه خنده میپیچه کوچه به کوچه. ببین این حسی که این الان من بهت گفتم با اون مرده میبرن کوچه به کوچه چه فرقی داشت؟ پس آهنگ رو شنونده تأثیر میذاره. به خاطر اینه که من الان میام آهنگ میخونم قهرمان، آهنگ میخونم من، آهنگ میخونم توش از خودم تعریف میکنم، خودم یک قهرمان نشون میدم. چرا؟ به خاطر اینکه شنونده‌ای که داره گوش میده همزمان داره بهش تلقین میشه و داره تو ناخودآگاهش شعر تاثیر میذاره. پس من میام شعر مثبت از خودم تعریف میکنم، قدرتمند میگم. پس این به خاطر اینه که شنونده میشنوه به خود داشته باشه، آره انرژی بگیره. خب وضعیت نه اینکه من صرفا آدم. چرا گفتی وضعیت رفع اسفناک؟ به خاطر اینکه اصلا ما این چیزها رو متوجه نشدیم که مسئولیت ما فقط یه سری شعار رو شنیدیم که آهنگای من مثل بچه منن، ما صبح تا شب سر کاریم و آهنگی که داره خونده میشه هیچ پیامی درش نداره، هیچ پیامی. من الان آهنگ خوندم چرا نمیدیم بینمون یه تازه ورود را، چرا نمیفهمیم داره غروب را، چرا هی همو تنها میذاریم به هم میخوره حالم از فاز فرودگاه. ببین چرا بینمون تازه ورود راه نمیدیم؟ بیاین یه ذره به استعدادهای جدیدمون میدون بدیم، یه ذره به هم اطمینان کنیم. تازه ورود راه ندادن ریشه در چند چیز داره. حسادت، حسوده، من نمیخوام بیاد موفق شه. 2 بی اطمینانی و نداشتن اطمینان به هم. تازه وروده، میاریم دزدی میکنه، میاریم خرابکاری میکنه. خب حالا چرا به هم میخوره حالم از فاز فرودگاه؟ چون همه فکر میکنن تا قدرتمند شدن باید برن خداحافظ فرودگاه. نه، قدرتمند شدی باید بمونی و بسازی و فرهنگ سازی کنی و بجنگی برای بقیه هم بسازی. خب حتی توی هواپیما هم میگه آقا وقتی هواپیما داشت سقوط میکرد، ماسک خودتو گذاشتی، بچه چیزی بغل دستت بود، ماسک بغلی رو هم بذار. نمیگه اول ماسک اونو بذار، میگه اول ماسک خودتو بذار، ولی خب ماسک اونم بذار. نه اینکه ماسک تو گذاشتی مال اونو قطع کنی دری. تو وقتی خودت رسیدی دست بعدی رو هم بگیر، چون همه باید برسن. تا همه نرسن حرکت نمیکنه کشتی. الان توی موسیقیای کشور، حالا رپو بذاریم کنار، اول بگو توی رپ صمیمیات کیا هستن؟ حسین دوست خیلی خوبمه. کدومشون؟ قدیم به اسم ابلیس بود ولی خب الان حسینه.
خیلی هم پسر خوب و با معرفتیه. خب ما بچه بودیم اسپاس خودمون انتخاب میکردیم و یه سری شعرها میگفتیم و یه سری چیزهایی که خودمون نمیفهمیدیم. کما که الان خیلی ها حالا شما به هم میگی لباسای شیطان پرستی، من پرسیدی. من دقیقاً علائم شیطان پرستی رو میدونم، دقیقاً میدونم که هدفشون چیه، دقیقاً دشمنانمون رو میشناسم و راجبشون تحقیق کردم و هم دشمنانمون رو میشناسم، هم اونایی که دشمنمون نیستن رو میشناسم، هم خودمون رو میشناسم، هم دینم رو میشناسم. خب چطوری به این شناخت رسیدی؟ به خاطر اینکه انقدر بهم گفتن رفتم ببینم چیه آقا، چیه هست. از کجا متوجه شدی که دوست و دشمن کیان؟ از اینجایی که ببین خب خداوند عقل داده به انسان دیگه. من اومدم پیش خودم گفتم آقا جون منبع مطالعاتی چیا بوده؟ کجاها رفتی؟ کجاها؟ منبع مطالعاتیم که صرفا بیشتر اینترنت بوده و هر چیزی رو می‌خواستم سرچ می‌کردم، به دنبالش می‌گشتم، یا اینکه از آدمای پر معلومات سوال می‌پرسیدم. ولی مثل خیلیا، یه نفر دو نفر نیستم. خیلیا اسم نفره یا آره خیلیای محمدی، خیلیای ناصری هستن. نه عرضم به حضورت که نه مثلا اگه چند نفر که باعث شدن که تو دوست و دشمنت بشناسی اسم بخوای ببری کیا هستن؟ ببین اصلا من الان یه مسئله ای رو بهت میگم که خیلی تابلوتره، لازم نیست کسی اصلا بهت بگه. شما وقتی بازیگر درجه 3 ما که توی خود کشورمون مردم واسش تره هم خورد نمیکنن، وقتی یه کشوری میاد به این پول میده، اقامت میده، محل زندگی میده، خونه میده، امکانات میده، این یعنی چی؟ بعد خود اون کشور پر گدا و فقیره، این یعنی چی؟ حتما یه غرضی داره. اون بازیگری که تو کشور خودش که هم زبونه و میتونه این همه هوادار داشته باشه، از بین ما، من آخر نفهمیدم ما چند میلیونیم، 90 میلیون نزدیکش، از بین 90 میلیون نتونسته هواداری داشته باشه، چطور میتونه توی جم تیوی ازش دعوت بشه یا مثلا اینور اونور و پول بیشتری بهش بدن؟ برای چی؟ برای چی؟ عاشق چش و ابروه مثلا خانم ایکس یا آقای ایگرک هستن؟ الان اون سوال من ارتباط داری جواب میدی که بله. دوست و دشمن رو چجوری شناختی دیگه؟ شما سوالت این بود. من میگم بله. وقتی میبینی که ببین عاشق چش و ابروش نیستن و هزینه دارن میکنن، وقت دارن تلف میکنن. آقا ما تو کشور خودمون یه شبکه نداریم ما بریم صبح تا شب توش اشغال کنیم، برنامه بسازیم، مسابقه بذاریم، نمیدونم بعد بریم همونجا ازدواج کنیم، صبحونه بخوریم، لباس داشته باشیم عین شبکه من و تو. چطور تو انگلیسی همچین شبکه ایرانی هست؟ قطعاً غرض ورزی داره، وگرنه این همه هزینه به دلار در انگلیس برای ما ایرانی‌ها عاشق چش و ابرومونن فکر می‌کنی واقعاً؟ اینجا میشه که تو یه ذره شک میکنی، میگی دوست و دشمن اینجا برات تفکیک میشه. میگی فلانی اگه دوست بود، خب اگه دوست بود این همه هزینه کرده بود، دنبال آشتی و صلح تو مملکت ما بود، نه اینکه بیاد بگه آقا رهبرت فلان، این ورت فلان، اون ورت فلان، اون ورت فلان، گزارش نمیدونم فلان. یعنی تو بدون اینکه کسی یا کسایی اومده باشن بهت بگن دوستت کیه، دشمنت کیه، نه من با تحمل و فکر کردم و اینا رسیدم به اینجا که آقا غیر منطقیه. تلنگره از موقعی که جدی فکر کرد، جدی خواستم ایران بمونم و برای کشورم مفید باشم. 4 سالی میشه همون موقع که دبی اومدی. آره. دیگه تصمیم گرفتم ایران باشم. خب آقا دیگه من ایرانم دیگه، جناحم مشخص شد. خیلی ها به من میگن تو جناحت مشخص نیست. آقا جناحم مشخص نیست چیه؟ من ایرانم، جناحم مشخص نیست. وقتی تو ایرانم باید با کی باشم؟ با حکومت اون مملکت باید باشم. هر آدم باهوش دیگه ای میاد با بزرگان و قدرتمندان محل زندگیش با مسالمت چیز میکنه، با احترام برخورد میکنه. چرا؟ چون هر جا تو میخوای راحت باشی باید بزرگانش اجازه بدن تو راحت باشی دیگه. من وقتی در ایران دارم زندگی میکنم قطعاً
سایدم مشخصه، جناحم مشخصه که با کی هستم. میگن با حکومت شما هستی؟ میگن بله هستم. میگن چاپلوسی؟ میگن بله هستم. میگن دستبوسی؟ میگن بله هستم. میگن با مردمی؟ میگن بله هستم. میگن فوتبالیستی؟ خب میگن با مردم نیستی دیگه. نه، میگن با مردم هم هست. بله با مردم نیستم. چجوری 24 ساعت تو رو این استا دارم باشون خب یه تعداد از طرفدارا چطوری آهنگ مجانی میدم بهشون؟ چطوری من با مردمم که با حکومتم هم هستم و میخوام این عشق بین مردم و حکومت باید راه بیفته که کشور در آرامش باشه. کشوری موفقه که حکومت و مردمش با هم خوبن. وقتی من در شبکه‌های ماهواره‌ای بودم خارج از کشور دیدم و میدونم هدف اونا به تفرقه انداختن بین مردم و دولته، وقتی میدونم که هدف اونها اینه و اینو بهش رسیدم، مردم اینو نمیدونن، من که میدونم، میام فوششم میخورم. اوکی، من خودم هم قبل مصاحبه گفتم من خودم بچه طلاقم. جایی که احترام بزرگتر، پدر قدرتمند خانواده از بین رفت، تفرقه افتاد، خانواده از هم پاشید. ما باید هر کسی که در کشور ما قدرتمنده، هر کسی که در کشور ما بزرگتره، هر کسی که در کشور ما با استعداد موفقه باید بذاریم رو سرمون تو هر زمینه ای. حالا رهبرمون و حکومتمون هم در رأس قضیه. من به عنوان یک هنرمند مسئولیتم اینه که مردم رو با حکومت رو، نه فقط مردم رو با حکومت رو با ورزشکارا رو با مردم. ببین خیلی جاها من اومدم گفتم بازیکن استقلال پرسپولیس گفتم آقا فوش ندید، در صورتی که به من ربطی نداشته. ولی من فوتبالیست نبودم، ولی به عنوان یک هنرمند مسئولیت فرهنگ سازی داشتم. من خودم از هیچ مسئولی دل خوشی ندارم، از هیچ، نه اجازه کار دارم، نه درآمد داشتم، نه خیلی جاها باید جایزه میدادن به خیلی از شعرهای من. همین آهنگ انرژی هستیه من، آهنگ شهدای من تلویزیون پخش نشده، من اجازه پیشواز ندارم. میتونستم کلی درآمد داشته باشم از آهنگ پیشوازم. من 4 میلیون فن دارم، دونه 1000 تومان بابت یه آهنگ من میدادن، یک آهنگ 1000 تومان میدادن، 4 میلیون 1000 تومان میشه چقدر؟ 4 میلیارد. 4 میلیارد. من دارم با گل 206 میام. گل ماشین در رده 206. پس من دل خوشی ندارم، پس من آدم کسی نیستم، چاپلوسی کسی نیستم. من دارم کاری رو انجام میدم که در این 30 سال انقلاب ما تمام هنرمندان ضدش رو انجام دادن. فلان فوتبالیست، من خودم باهاش صحبت کردم، افتخارش این بود که فلانجا پرچم ایرانو به من دادم، من نگرفتم یه زمان. فلان هنرمند افتخارش این بود که پاسپورت کانادایی داره، فلانجا ازش میپرسیدم با لهجه غلیظ آمریکایی میگفت ما آمریکاییم یا کانادایی هستیم. درسته یا نه؟ همه هنرمندان اینجوری نیستن. نه، من دارم راجع به اکثریت صحبت میکنم. تعدادیشون ممکنه. تعدادیشون. پس و دارم راجع به قشر خودمون موسیقی حرف میزنم، نه راجع به بازیگرا و راجع به ورزشکارامون. موسیقی ها فکر میکنن که خیلی خفنن که دختر بی حجاب بیارن، فکر میکنن هرچی، ببخشید، دختری که میارن لباساش کمتر باشه، با کلاسترن، قوی ترن، با جرأت ترن. در صورتی که جرأت نمیخواد کسی که تو آمریکاست دختر لخت بیاره تو ویدیوش. چه جرأتی میخواد؟ کی کاریت داره؟ اگه اونو گذاشتی بعد اومدی ایران، بله جرأت داری. خب جرأت کسی داره که وایسه تو کشورش با تمام بدیها، با تمام خوبیها کنار بیاد، اگر هم جایی در حقش هر بدی شد ببخشه، پشت کشورش باشه، همه رو با هم آشتی بده. تو خیال میکنی من نمیتونم مثل 1000 تا خواننده دیگه برم اونور به 4 تا اعتقادمونم بی احترامی کنم، بهترین چیزام بگیرم، پناهندگیرم بگیرم، بیشترین پولم بهم میدن، دختر بی حجابم بیارم بریزم تو ویدیوم، همه هم تو ایران فکر کنم من 50 سنتم دارم اشغال میکنم، لامبورگینی اینو اونم بگیرم بیارم. کاری داده؟ همین فردا نمیتونم بکنم این کارو. پس من اومدم کاری رو کردم که بقیه
از اشتباهاتشون درس گرفتم. یه نکته جالب بهتون بگم، مردمی که از من بدتون میاد به من میگی چاپلوس یا زیر کامنت ها فوش میدین، خیلی از کسایی که اینو به جد و با اطمینان میگم، خیلی از کسایی که در کشور ما و در جمهوری اسلامی به رفاه کامل رسیدند، خیلی جاها پشت کشور نبودن، شونه خالی کردن و رفتن و چه میدونم بچه هاشون تو فلان چیز آمریکا داره تحصیل میکنه، پولای شما رو دارن میدن به دانشگاه نمیدونم فلانفورت ولی منی که پای مملکتم وایستادم، منی که با همه چیز ساختم، منی که موزیک مجانی دادم، منی که والیبال شد رفتم اونجا خودم بلیط گرفتم رفتم، به من میگید چاپلوس، منو تو جاهای مختلف میزنید زمین، در صورتی که شما باید میگفتید آقا این جوون ما چرا نمیتونه هواداراشو ببینه؟ چه اشکالی داره که این جوون بره فوتبال بازی کنه؟ اگه فوتبال چیزا خودم به فوتبال ازت سوال میکنم، اگه 2 نفرم به خاطر من بیام فوتبال، پس من کار خوبی کردم. اصلا آقا من بازی بلد نیستم، همین که وقتم میخوام بذارم این باید چیز مثبتی باشه و باید استفاده کنم و باید از من دعوت کنن، نه اینکه من بگم بیا آقا تو رو قلا منو بیارید بازم نیارن. بعد منی که درد کشیدم وایسادم اینجا دارم فرهنگ سازی میکنم، فوشمو میخورم، ولی اون آقایونی که همینجا به ثروت رسیدن، همینجا به زمین و فلان و اینا، به کار و به درآمد و رفتن اونور دارن عشق و حالشو میکنن. آقا اوکی، شما بیا اینجا حرفایی که من میزنم و بزن، فرهنگ سازی کن، فوششو بخور، من میرم آمریکا عشق و حال میکنم. وقتی من میبینم کسی نمیکنه، حرف فوتبال کسی نمیزنه، بابا خوزستانو میگن مردم دارن خفه میشن هیچکی نمیگه، کدوم هنرمند اومد 4 تا پشت سر هم پست بذاره برای خوزستان؟ هنرمنده با کنششون دادن نسبت به خوزستان. یه بار 2 بار بیخیال، باید انقدر بگی تا بشه. من دارم میگم تیم خوزستانی ما داریم توی لیگ قهرمانان آسیا، اون ما بیاد بزن آقا آلودگی فرهنگ سازی فلان بیسا، دنیا دارن میبیننت. وقتی بیخیالن این همه، باید هر معضلی که ما داریم هنرمندان بیان، ورزشکارا بیان، پشت به پشت هم باشن، فرهنگ سازی بکنن، تبلیغات کنن. وقتی نمیکنن، منی که نه حقوق بگیرم، نه یه بیمه دارم، اینو بارها گفتم، حالا میگن تو لنگ بیمه ای، نه اجازه کنسرت دارم، نه مجوز دارم، نه تو تلویزیون منو شطرنجی نشون میدن، بعد تو میای به من میگی چاپلوس، به من میگی وطن فروش، بعد اون چاپلوسه وطن فروشه میره رو استیج فلانجا لخ میشه، حال میکنی. من میگم کم بوده، من میگم باید انقدر حمایت میکردن که این معضل تا پاک نشه باید پافشاری کنی. اوکی، حالا 2 تا پست برای خوزستان گذاشتن، کی اومد برای، به قول استاد رافعی پورم تو صحبتاشون دیدم میگفتن کی اومد برای مدافعین حرم بخونه؟ آیا میخوام ببینم آیا اگر شما امنیت نداشتی تو کشورت اصلا میتونستی به آلودگی اهواز فکر کنی؟ اصلا میدونستی به خیلی چیزای دیگه؟ همین که شما میری تو بازار پایین شهر ایران راه میری و بم نمیذارن وسط اون همه آدم، امنیت بالاست. کسی پرسید که این امنیت از کجا اومد؟ جوانان ما رفتن از جلوتر جلوشو گرفتن که اینجا به ما نرسه، رفتن مدافع حرم شدن. آیا تو اومدی خوندی برای اونا؟ من میگم واسه شهیدا هم میخونیم، چطور واسه اون همه پسر دختری که با هم قرار آشتی کردن خوندی؟ اون وقت واسه شهیدا نخونی که جونشونو دادن؟ تو هنرمند چطور اومدی واسه عشقت خوندی، واسه مادر خودت خوندی، دمت هم گرم واسه مادر، ولی آیا واسه اینا احساس مسئولیت نداشتی؟ آیا برای حمایت از حیوانات، آیا برای چه میدونم برای مسائل مختلف، آیا هنرمند فقط باید بیاد هفته یه بار وایسه تو آتلیه اینجوری ازش عکس بگیرن 2 میلیون تا لایک رکورد؟ آیا فضای مجازی برای اینه؟ نه، فضای مجازی برای فرهنگ سازی. من چند وقت پیش یه پستی گذاشتم، گفتم من عکس میذارم واسه هوادارام، دوست دختر تو یا همسر تو برای کی داره عکس میذاره؟ این سوال منو جواب بده.
آقا من عکس نذاشتن. نه. من دوست دختر که ندارم، شما همسرم رو عکس نمیگم. نذاشته. ایکس رو میگم. خانم متأهلی که عکس میاد از خودش میذاره، برای کی عکس میذاره؟ من میذارم برای هوادارم. ایشون برای کی میذاره؟ برای هواداراش. خانم متأهلی که کار هنری انجام نمیده، یعنی نه بازیگره نه ورزشکاره نه هیچی، عکس میذاره هوادار تیپ و قیافش بشن. برای چیه کسی که شوهر داره اصلا باید هوادار پیدا کنه که شوهرش بره آدم بکشه و هواداره یارو درگیشه؟ اگر هنری داشت فرق داشت، مثلا بازیگر بود، پس فضای مجازی واسه من خواننده، من هنرمند، من بازیگر، من فوتبالیسته که چون مردم حرفمو میخونن بیام فرهنگ سازی کنم، بیام بگم آقا من الان باشگاه بودم، الان سر نماز بودم، شما هم این کار رو انجام بدیم. نه برای خانومی که بذاره قربون صدقه تیپ و قیافش برن، تازه شوهرم داره. خب پس ما معنی هر چیزی رو اشتباه برخورد کردیم. چرا اشتباه فهمیدیم؟ چرا؟ چون هنرمندا و ورزشکارا و آدمای بزرگمون اینو اشتباه یاد دادن. همون بازیگر که میاد عکس میذاره روی پیجش نمیتونه بیاد یه عکس از چه میدونم هر از گاهی، نه اینکه همیشه، هر از گاهی یه عکس از مدافعین حرم بذاره، یه عکس از رهبرش بذاره، یه عکس نمیذارن. چرا؟ چون جرئت ندارن. چون همون بلایی که سر من اومد سر اونا هم میاد. 2000 تا فحش میخورن. اگر نمیذارن اونا چاپلوسن، اونا ترسوان. کسی که پشت مملکتش باشه که چاپلوس نیست. کسی اگر من میرفتم تو آمریکا همین کارو برای آمریکایی‌ها میکردم، چاپلوس بودم، وطن فروش بودم، مزدور بودم، هر چی هم میگفتی بودم. ولی کسی که پشت تیم خودشه، پشت کشور خودشه، پشت دولت خودشه، پشت ورزشکارای خودشه رو که بهش نمیگن چاپلوس، میگن قهرمان. اگر کسی دیگه این نمیکنه اون ترسوه، از فحش میترسه. و من اینو بهتون بگم، اگر مدافعین حرم نبودن توی این اینستاگرام عکسای خودت هم نمیتونستی بذاری. انقدر منظورم اینه که انقدر امنیت میاد پایین، لوکیشن خودتو نمیتونستی لو بدی. خب پس ما میایم وسط آهنگ قهرمانمون از مدافعین حرم میگیم، توی شهدامون از شهداشون میگیم. با اینکه میدونیم، باور کن حسین جان، من موقعی که این کارو میسازم میدونم که نه به هم مجوز میدن باهاش و میدونم که همه به هم فحش میدن، ولی این کار رو انجام میدم به خاطر اینکه اگر این کار رو انجام ندم خیانت کردم به خودم و به استعدادم. یه سوال واقعا من رصدت که میکردم، چرا انقدر هوادارای عجیب و غریب دو آتیشه داری و از این طرف دشمنای عجیب و غریب؟ یعنی کافیه مثلا بعضیا به حدی ازت، ببخشید من روک میگم، شاید متنفرن، اسم تتلو کنار یه نفر بیاد با اون یه نفر هم مشکل پیدا میکنن. از اون طرف هم یه عده انقدر عاشق تتلو شدن که حالا اوصافشون خیلی من احساس میکنم این شدت و حدت تو دوست و دشمنت علتش چیه مشخصا؟ علتش اینه که هوادارام که خب این عشق دو طرفه است، منم واقعا دوستشون دارم، 24 ساعته وقت براشون میذارم. خیلی همه دوستام، همه خانواده‌ام میگن چرا اینقدر وقت میذاری؟ من میگم به شما چه، مگه حجم اینترنتمو میدید؟ دوست دارمشون و این عشق طبیعیه. ولی بین دشمنان هم من همیشه گفتم، بازم میگم، اون چیزی که شما پای کامنت ها میخونید درست نیست. یعنی من اگر قرار بود همچین دشمنایی که شما راجع بهش حرف میزنی داشتم، باید روزی 3 تا چاقو تو خیابون میخوردم. درسته؟ به این شدتی که شما الان گفتی. خب چاقو نمیخوری ولی خب تو فضای مجازی میخوری دیگه. نه تو فضای مجازی فحش میدن، در همین حدی که از روی حسادت بیان فحش بدن، اونجا خودشونو گنده نشون بدن برای حال. خب من با یکی دوتاشون برخورد داشتم، واقعا از تو خوششون نمیاد. نه همونا مطمئن، آخه همونا منو میبینن میان با ما عکس میگیرن. خب اگه خوششون نیومده چرا؟ ما آهنگش هم خوندیم، میگه هی فحش میدی پشت سرم ولی منو میبینی فقط دست میدی میری. خب پس این نشون میده که اونجا برای خود بزرگ، به قولی لات مجازی دیگه، میخواد خودشو گنده کنه. خیلی کوتاه یه سوالو نصفه جواب دادی. صمیمیه تو رپ و تون میگی کیا بودن؟ یکی شد حسین دیگه، دوست خیلی خوبم. رضا دوست خیلی خوبم. پیشرو. رضا پیشرو، آره.
از قدیم، خیلی قدیم، این دوتا موندن برام. از هیچ کس خبر داری؟ نه خیلی ساله نه. با یاس رابطه چطوره؟ یاس پسر خوبیه، کاراش خوبه، ولی خب ما یه زمانی با هم خیلی دوست بودیم و خیلی اوکی بودیم. الان هم من قلبا دوستش دارم از دور، ولی یه ذره مدلمون فرق میکنه. هیچ وقت نتونستیم طولانی مدت با هم خیلی. امیر تتلو طی مصاحبه‌ای که با رضا رشیدپور داشته در پاسخ به این سوال رشیدپور، چطور محسن چاوشی این هم ازش خواهش میکنن کنسرت بده، کنسرت نمیده؟ گفت اون صدایی که من میشنوم از ایشون فکر نمی‌کنم لایو بشه اجرا کرد. آها. احساس میکنم. حالا تو یه موقع هم میبینی رنگ صداشون اینجوریه، چون میگم ایشون رو هم از نزدیک افتخار آشنایی. ولی حست اینه که کار لایو نمیتونه بخونه محسن چاوشی. حسم نمیگه. شما الان میگید چون چرا نمیخونه، میگم شاید دلیلش شاید. همین گفتگو و پاسخ تتلو کافی بود تا محسن چاوشی فیلمی کوتاه از لحظه زنده خواندن خود، آن هم بدون هیچ گونه ابزارالات موسیقی، را در شبکه‌های اجتماعی قرار دهد. فیلم کوتاهی که از یک طرف باعث شد تا بسیاری صدای چاوشی در ترانه‌هایش را برای خودش بدانند، اما از سوی دیگر نظر و انتقاد برخی صاحب نظران راجع به عدم توانایی چاوشی در اجرای زنده را تغییر نداد. محسن چاوشی بالاخره لایو میتونه بده یا نه؟ آقا این یه سوء تفاهمی بود که پیش اومد. آقا رشیدپور از من پرسید که نظر راجع به محسن چاوشی چیه. من همونجا هم گفتم فیلمش هم هست که میتونید برید ببینید. گفتم من فکر نکنم که همچین صدایی رو بشه لایو اجرا کرد. نگفتم ایشون میتونه بخونه، نگفتم نمیتونه بخونه، نگفتم قشنگه، نگفتم بده. فقط گفتم چیزی که من گوش میدم فکر نمیکنم لایو بشه اجرا کرد. حالا ایشون اگر لایو بتونن اجرا کنن خیلی هم قشنگه. دقیقاً بعد از اینکه تو این صحبت داشتی، آره دیدم خیلی هم قشنگ بود. حتی بعدش هم فیلمشون رو گذاشتم، گفتم واقعا سورپرایز شدم، بهتون تبریک میگم. مردم اونو ندیدن، میان اینو. حالا باش مشکل داری یا نداری؟ نه چه مشکلی بابا. قبول داری که صداش البته خیلی خاصه، خیلی خواننده موفقی هستن نسبت به مجازامون و من خیلی از کاراشون رو دوست دارم. آقای محسن چاوشی، بنده کوچیک شما هستم، خاک پای شما همه هم هستم. من نه قضاوت کردم نه هیچی. عرضم به حضورت که واقعا هم اون موقع من گفتم فکر نمی کنم بشه لایو اجرا کرد و وقتی هم که ایشون لایو اجرا کردن من سورپرایز شدم، پستم براشون گذاشتم، تبریک گفتم. ولی مردم نگفتن که هنوزم هر جا ما رو میبینن نمیگن آقا تو فهمیدی بعد تشکرم کردی. یا مثلا من هزار بار مثلا یه بار برگشتم راجع به حجاب خیلی تند رفتم، بعدش بارها از زنهای ایرانی و از دخترها معذرت خواهی کردم. کسی اون معذرت خواهی رو ندید. همه فقط هنوز ما رو میبینن میان میگن فلانجا سر حجابه تند رفتی. در صورتی که من هر جا ببینم اشتباه میکنم معذرت خواهی میکنم، درستش میکنم و اصلا ابایی ندارم. امیر اگر برگردی نگردی همین الان حاضری باز برای هسته‌ای بخونی؟ نه حاضر نیستم چون من پای اون چیزایی که من هر کاری میخوام انجام بدم پای خوبش هستم، پای بدش هستم. ولی توی کار انرژی هسته‌ای خیلی ها خوبشو بودن بعدش رو شونه خالی کردن. متوجه نمیشم. یعنی جای خوبش بودن جای بعدش شونه خالی کردن. مثل تمرین پرسپولیس. نه یعنی به خاطر کسی پس خوندی؟ به خاطر اعتقاداتت نبود که خوندی؟ نه به خاطر اعتقاداتم خوندم. خب پس چرا ولی بعدش پشیمون شدم. کسی متوجه این نشد که من چرا این کار رو انجام دادم و کسی هم پشت این کاری که با هم انجام داده بودیم نبود. این کار یه کار تیمی بود که ما با یه سری سازمان ها انجام دادیم و بعدش اینجوری شد که این چجوری اومد رفت رو ناو. بعدم گفتم ما اصلا نمیشناختیمش. مگه میشه ناو ارتشه همینجوری هر کی اومد الکی بره روش؟ نه. پس کسی که اومده رو ناو ارتش باید قبولش داشته باشن و بهش احترام بذارن. درسته یا نه؟ وقتی اون بی احترامی رو و قبول نبودن و دیدم که قبول ندارن منو با اینکه نتیجه کار عالی بود، بله بهم برخورد و اگر دوباره برگردم
این کار پس انجام تو تا زمانی، چون گفتی به انرژی هسته‌ای اعتقاد داری، من تو تا زمانی برای مملکت برای مملکت تلاش میکنی که تشویقت کنن، اگر تنبیهت کنن یا پشت خالی کنن کار نمیکنی. بازم کار کردم، نه اینکه کار نمیکنم. پس چرا میگی برای هسته دیگه کار نمیکنم؟ خب یه عده پشت خالی کردن، تو اگه اعتقادته باید کار کنی باز نه دیگه. برای اینکه اون چیزی که من احساس میکردم نتیجه‌ای که باید از بعد هسته‌ای میگرفتم و نگرفتم. یعنی من احساس میکردم مفید میتونم باشم برای کشورم، برای انرژی هسته‌ای، برای ارتش، برای هر کسی که به خاطرش اون ویدیو رو ساختم. وقتی دیدم مفید که نمیتونم باشم، هیچ، تازه ضربه هم دارم میزنم، تازه میام میگم آقا چرا تو خوندی؟ به خاطر این دوست ندارم اگر به عقب برگردم این کار رو انجام بدم، چون ضربه های زیادی، من فکر میکردم نتیجه خوبی مثبت میتونم باشم ولی ضربه های زیادی خوردم. یه قشر که خودشون گفتم در جمهوری اسلامی به رفاه رسیدن و حالا دارن آروغ روشنفکری میزنن، اومدن یه جوری به ما گیر دادن که تو خودفروخته‌ای داری چاپلوسی میکنی. یه طیف دیگه اومدن که فکر میکنن خیلی مذهبی هن و خدا پیغمبر فقط مال اوناست، اومدن به ما گفتن آقا تو اصلا چرا رفتی اینجا؟ از تو آدم بهتر نبود؟ شدم ما باز چوب دو سر طلا این وسط. خب و وقتی که ما یه همچین چیز ضد و نقیضی داریم، اون کسی که اون وسط قرار میگیره پرس میشه. واقعا کسی جرأتشو نداشته که این وسط قرار بگیره. منی که جرأتشو داشتم هم که قرار گرفتم، شما الان ازم میپرسی بار دیگه این کار انجام میدی؟ میگم نه. این دو طیفی که برات گفتم در ظاهر متضاد هم دیگن ولی در باطن دارن یه کار انجام میدن. جفتشون دارن هنرمند یا هر کسی که داره در جهت پیشرفت مملکتش گام برمیداره رو به غلط کردن میندازن. حالا حسین خان به نظر شما نفوذ کجاست؟ کجاست؟ شما بگو. این هم تو سوال پرسیده، حالا یه دونه شما جواب بده. من فقط شما فقط به من گیر میدی. نه من سوال میپرسم، مخلصتم هستم. حالا اگه بخوای از الان دیگه سوالم نمیپرسم. نه بپرسیم. ولی نفوذ کجاست؟ نفوذ اینجاست که اون کسی که با یقه بسته یا با شکل شمایل خاص، حالا یا با تتو یا با هر شکل، فقط اون قشر شبیه به خودش رو میتونه جذب کنه. ما باید با قیافه های مختلف پشت همدیگه باشیم و پشت اعتقاداتمون باشیم و جرأت اینو داشته باشیم از این دو طیفی که گفتم نترسیم، چون اینا همیشه همواره همه جا هستن و میخوان هر کسی که به سمت هدفش میره رو باز دارن. پس اون کسی موفقه، اون کسی چاپلوس نیست، اون کسی قهرمانه، اون کسی با معرفته که با وجود تمام اینا بازم کار درست انجام بده، پشت مملکتش باشه، پشت بزرگتراش باشه، پشت اعتقاداتش باشه. آقا ممکنه من اصلا آدم مذهبی نباشم، خب ولی امام رضا ما چیزیه که واسه همه است، چیزیه که میتونه مشهد ما رو حتی از لحاظ اقتصادی هم میتونه رونق بده، نه فقط اعتقادی. پس من باید هر قیافه‌ای دارم پشت امام رضا باشم به خاطر مملکتم. حالا چون تتو دارم نکنم این کارو چون فحش میدن. تو صحبتت اشاره داشتید به اسم آقای حتی رافعی پور نیست، رائفی پور. آره. یه ذره سخت، زیادم فرقی نداره. حالا شما اصلا همدیگه تا رو دیدین؟ نه. چون یه موضوع جالبی در مورد توپاک دارید، می‌خواستم ببینم که قضیه‌اش چیه. ببینید آخه توپاک یه چیزیه که باز برمیگرده به همون صحبتایی که گفتم، رپ مسئولیت داره، هدف داره. ببین مسئولیت توپاک و مسئولیت رپ اصلا چیز دیگه ای بود. توپاک یه دونه تتوش هم داشت، هاگ لایف نوشته بود اینجا که منظورش از زندگی
سگی یا زندگی سطح بسیار پایین یا زندگی سیاها و منظورش این بود که من این زندگی رو دوست دارم و همین رو هم عاشقانه میپرستم. چون توپاک آدم معتقد و آدم غیرتمندی بود و از قشر ضعیف جامعه بود و ضد سرمایه‌داری بود و از درد مردم میگفت و از درد هم نوعی خودش میگفت و زندگی پایینش هم بهش افتخار میکرد و این یه همچین کسی رو نمیشه با پول خرید و چون نمیتونستن با پول بخرنش حالا دیگه کشتنش. نه من با ایشون از نزدیک حتی تا حالا هم صحبتی نکردم، البته باعث افتخارم هست، بدم نمیاد و خوشحالم میشم که چون شنیدم ایشون آدم پری هستن و به منم خیلی تو مصاحبهشون لطف داشتن، تشکرم میکنم همینجا جلوی دوربین شما ازشون. ولی افتخار این که با ایشون حرف بزنم و نداشتم. منتها هر کسی دیگه هم شناخت کافی از توپاک داشته باشه این چیزها رو میدونه و استاد هم من گفتم که سورپرایز شدم که چطور خیلی رپرهای خیلی به قول خودشون رپی هم این اطلاعات رو ندارن و فقط کلیپ‌های چه میدونم با دختر و با ماریجوانا و با مواد و اینا رو دیدن از رپی ها و از توپاک. عمق داستان و استاد میدونست برام جالب بود چون خیلی با هوادار و پیگیر باشیم. همینجا هم البته از ایشون دعوت میکنیم اگر که یه فرصتی بدن بتونیم دوربین کامنت رو ببریم پیششون. سوال خیلی صریحی داریم ازشون، دوست داریم که پاسخ بدن. سوال بعدی، پس توپاک نظر بخوای جمع بندی کنی در موردش؟ توپاک حرف قشنگی میزد، میگفتش که ممکنه هیچ وقت نتونم جهان رو تغییر بدم ولی میتونم ذهنایی رو بیدار کنم که در آینده جهان رو تغییر بدن. به نظرم آدم فوق‌العاده پری بود، یه کسی بود که من تتوشو دارم رو بدنم، قابل احترام بود و جزء همیشه برای من یک اسطوره باقی موند. شما ببین چقدر همه چی داره حساب شده پیش میره. اونور حتی یه اپرو به من نمیدن به خاطر این تیکابیه رو این استا، به خاطر اینکه میدونن من چقدر میتونم موفق باشم و چقدر میتونم کمک کنم به کشورم. منو به رسمیت نمیذارن شناخته بشم. اما طرف با 1 میلیون فالوور که اصلا هم معلوم نیست فیک اصلی خریده نخریده اون تیکه رو داره. چرا به من اون تیکو نمیدن؟ چون من 4 میلیون هوادار واقعی دارم و میتونم در مسائل مختلف به کشورم کمک کنم. گوش کن، در مسائل مختلف میتونم به کشورم کمک کنم. به خاطر همین اجازه تیک گرفتن و به رسمیت شناخته شدن من در این استا و در فضای مجازی در دنیا رو نمیدن به من. گزینه ازدواجت پیدا کردی؟ نه، من تا حداقل تا بعد فوتبالم نمیخوام ازدواج کنم. حتی اگه اون 3 تا شاخصه خاص هم داشته باشه، یعنی زیبایی و ایمان و داشته باشه، سعی میکنم که بهش بگی تا بعد فوتبال صبر کنه درسشو بخونه تا بعد فوتبال. اگه درسش تموم شده باشه چی؟ بازم صبر کنه. مدرک بگیره بازم. اگه تا فوتبال تموم شه خواسته بگیره بعد میزنی تو اتاق. مدرک بگیره بعد میزنی تو. بعد تا در فوتبال تموم شه نه، کسی که منو دوست داشته باشه و گزینه ازدواج من باشه قطعاً باید این آپشن رو داشته باشه که بامبایسه. علت این که استقلالی هستی از لج پرسپولیس یا از علاقه به استقلال؟ درست‌ترش رو میپرسم. علتی که استقلالی هستی از لج پرسپولیس یا از دوست داشتن استقلاله؟ جفتش. علتی که خیلی استقلالی هم یه ذره از لج پرسپولیسی هاست و یه ذره هم از بدهیم به استقلال. چون من میگم در کشورمون من باید همه چی رو مساوی رعایت میکردم به عنوان یک هنرمند. من نفهمیدم، 2 آتیشه بازی در آوردم، زیادی پرسپولیسی بودم، طبیعت زد تو سرم گفت حالا زیادی استقلال شو، کارماتو پس بده. احساس کنم طبیعت خواسته که من الان اینجوری بشم و جفتش هم موثره. اگه استقلالم الان به اجازه تمرین و بازی نداده دیگه. مگه استقلال هر روز خب من دارم میرم تمرین میکنم. طرفدار نه مثلا شموشک پشافویه. مگه
مثلا سروش رفیعی فصل پیش تراکتور بازی نمیکرد، الان تو پرسپولیس بازی میکنه. نه طرفداری رو میگم. خب منم فصل پیش سروش رفیعی تو تراکتور بود، طرفدار تراکتور بودم، الان تو پرسپولیس طرفدار پرسپولیسم. چه ربطی داره؟ اون زمانی که علی دایی، مهدوی کیا، کریم باقری، سلطان علی پروین تو پرسپولیسی بودم، من طرفدار اینا بودم، جونمو میدادم برای پرسپولیس. ولی الان کسی در پرسپولیس نیست که من بهش اصلا حتی انقدر علاقه داشته باشم، به آدم بزرگی بدونم. میخوایم ببینیم که امیر تتلو به عنوان کسی که نزدیک 4 میلیون یا بیش از 4 میلیون الان فالوور داره، میشه 4 میلیون. آره، با مادرش چطور صحبت می‌کنه؟ الو جونم سلام. سلام علیکم. قربون تو برم. هلو چه خبر مادر، خوبی؟ همه چی خوبه. شما الان رو ایر هستی. جان؟ شما الان رو ایر هستی. واسه کمی رو زیاد کنم صداش صدای تلویزیون رو تو کم کن از ما ببین ما چی میگی. چی هستی ماما؟ میگم شما الان رو ایری، من یه جایی هم دارم با یکی مصاحبه میکنم با یه دوستی. خب نگم نه مصاحبه نمیکنم. بعد گفتن به من مادرت خودت خوبی؟ من خوبم آره. چه خبر؟ پیامی حرفی؟ پیام به کی؟ به تو؟ نه به من. به من صحبت کن تو میکنه چیزی حرف میزنه. پسری روی زمین برای مادرت بودی و هستی خب و همیشه به وجود تو بود مبارکت واقعا افتخار میکنم. روزی هزار مرتبه خدا رو برای وجود مبارکت سپاسگزاری میکنم. بهترین هدیه زندگی بودی برای من. خب خیلی ممنون، خیلی ممنون. الو سلام مادر. سلام. خوب هستی شما؟ سلامتی؟ قربان شما. شما داریم با امیر مصاحبه میکنیم. خواستیم بله. بدونیم که امیر رابطش با مادرش چطوره و آیا احترام مادرش رو نگه میداره یا نه؟ بهتون بگم که رابطه من و امیر از تمام مادر پدرهای روی زمین نزدیک‌تره. با وجود اینکه از هم خیلی دوریم ولی یه عشقی بین من و امیر هست که خیلی قشنگه و واقعا توصیف نشدنی از دید من و از دل من، از قلب من. حالا امیر رو نمیدونم چجوری بگم ولی من واقعا عاشقشم. تمام حرکات همین یه سوال من از شما اینه که شما امیر رو بیشتر دوست دارید یا امیر بیشتر شما رو دوست داره؟ من امیر رو بیشتر دوست دارم. امیر نظرت چیه شما؟ دیگه به هر حال هر کی یه جوری فکر میکنه دیگه. منم فکر میکنم من بیشتر دوست دارم. این تبلت رو میدیم خدمتت. اینو میدی بالا. اولین عکسی که میبینی و نظرت راجبش بگو. علی دایی آقای گل دنیا، مرد باید یکی از بیشترین کسایی که ما باید تو ایران بهش احترام بذاریم علی داییه، به خاطر اینکه فوتبال ما رو با علی دایی میشناسن. آقای گل دنیاست. احترام خاصی براش قائلم و از طرف مردم و مسئولین ازش معذرت خواهی میکنم اگر در شأن آقای گل دنیا باش برخورد نمیکنیم. هیچ وقت هر جای دیگه بود رو سرشون میذاشتنش. این هم از این. نظری ندارم. من یه مدت درگیر شدم باشون چون که به من گیر الکی دادن ولی احساس میکنم چون میدونن من برای کشورم میخوام مفید باشم به من گیر الکی میدن. ولی چون ایشون خانوم هستن من بازم ازشون معذرت خواهی کردم و سعی میکنم که با زنا دهن به دهن نکنم. چی بگم آقا؟ الان باز یه چیزی بگم دوباره هوادارای یه آدمی رو میفرستی به جون ما. ولی نه میتونی چی نگی یا میتونی رد کنی؟ امیدوارم هر جا هستن موفق باشن ولی وقتی امثال ایشون میرن آمریکا و موفق میشن من به خودم میبالم و میدونم و میفهمم که آمریکا رفتن و موفق شدن کار سختی نبوده و من چیزی رو از دست ندادم. همینو میتونم بگم. بعدی سامی یوسف شناخت آنچنانی ندارم. یه سری از کاراشون رو گوش دادم. قشنگه، صدای مخملی باحالی دارن، ملودیای قشنگ، بعد همونو به زبونهای مختلف کار میکنن. من دوست دارم. چیکار کنم؟ بعدی
مجیدیه. یه چیز باحال بگم راجع به مجیدیه. قبل اینکه ما خواننده شیم و معروف شیم و اینا، هر کی بچه مجیدیه بود ازش میپرسیدم بچه کجایی، میگفت شمس آباد و نمیدونم میدون ملت و دیگه یه سرا پیاله داشتیم اونجا با کلاس بود، میدون سرباز با کلاس بود، همه جای با کلاسش میگفتن، هیچکی نمیگفت مجیدیه. از بعد آهنگ خونه خوبه و من گفتم دلم تنگ واسه مجیدیه، همه شدن بچه مجیدیه. اونی که میدون سربازی هم بود دیگه گفت من مجیدیه. استاد، من استاد صداشو میکنم چون فامیلیشون رو راستش بخوای هنوزم که بالاخره فامیلیش چیه؟ 3 بار فامیلیش پشت سر هم بگو. رائفی پور. 3 بار پشت سر هم بگو. رائفی پور، رائفی پور، رائفی پور. نه اینی که بفهمم رائفی پوره یا رافعی پوره بعدش این یه ذره. آره اینو سریع یادم میره. انسان پر، انسانی که یک بار فقط صحبتش راجع به خودم شنیدم و تشکر میکنم ازشون که انقدر دیدشون نسبت به من باز و خوب بود و همین. برای شما آرزو موفقیت و سلامتی. ابی هم از خواننده های قدیمی و من دل خوشی ندارم ازش. چرا؟ نمیخوام بحث رو با کنم ولی هوادارا یادشونه قدیم گذشته ما یه کنسرتی داشتیم که ایشون عکس ما رو حالا یا ایشون یا بعدها گفتن ابی همچین اخلاقی نداره، لابد مدیر برنامه‌هاشون کردن عکس ما رو گیر داده بودن که چرا هست روی بنر کنسرت و منم گفتم جایی که عکسم نباشه خب من نمیام اگه میشه و نرفتم اون کنسرت رو و بعدش اومدم آهنگ زیر همکف رو درست کردم که اولش میگه ها تتل شما اسمت چی بود، ما هم برات کنسرت میذاریم هم فلان، یکی حرف میزنه همون حرفایی که تو کنسرت ابی به من گفته بودن که میام برای بغل ابی سکو پرتابی باشه وسط که من گفتم من سکو پرتاب نمیخوام، ایشون خواننده بسیار بزرگی هستن مبارکشون باشه، نمیخوام سکو پرتاب من باشم، من خودم دوست داشتم خودم بیام بالا و اون کنسرت رو نرفتم اصلا. حالا بعدها گفتن ابی اینجوری نیست، مدیر برنامه‌هاش اینجوری بوده که امیدوارم اینجوری واقعا راست باشه. عکس رو تقلب نکن زود نزن. سروش اولین دوست من توی رپ فارسی بود ولی خب یکی از کسایی بود که درگیر غرور شد، فکر کرد دیگه از یه جایی به بعد آوی من همه باید به من بگن پدر رپ فارس و فلان و اینا. به نظر من خدا هم اون موفقیت رو ازش گرفت وقتی درگیر غرور شد. الان نه کارش رو دوست دارم نه میدونم کجاست نه هیچ. یه زمان آهنگاش رو دوست داشتم ولی جدیدن به نظرم خیلی ضعیف شد. سندی آدم باحالی به نظر میاد. نه من چند دفعه تو این برنامه دیدمش، به نظرم آدم باحالیه، حال میکنم باش. چی الان باید بگم؟ هر چیزی که خودت دوست داری. آدم باحالیه. فکر کنم یه ذره حسوده، دیدی حسودیش میشه. حسودیش میشه. به چی؟ توی این برنامه یه جایی قشنگ معلومه حسودیش میشه. خب امیر جان مرسی، ممنون، شبت بخیر. آقا اینو فقط بگم، این پیرن من و لباسایی که ما میپوشیم و تبلیغ میکنیم همه شیطان پرستی نیست، همش راجبه خداوند و وطن و شعرهای با مفهوم خودمون. بسیار مرسی، موفق باشید.